خب دوستان سلام دوباره به شما سلام میکنم. من سروش هستم. خب اینجا اومدیم اسپکتین داداشو بدستیم. اینترنتم قطع شد. یه لحظه اینترنتم قطع شد بچه ها. اینجا منتظرم این بازی علیجان تموم باشه. AS انترو که تموم شد و ما دیگه لجند شات خوشگل زدم مرد. خب دوستان حالا میریم ما هم چند دست با هم یه بازی میکنیم. شما همونطور که میبینید سیزن جدید اومده. بکنید این سیزن هاست، این گردونه هاشه، گردونه سوفیامتیکه که ما دوبار زدیمش. اینم گازشه، اسمالشه، نایفشه، موتورشه. اینم فلش درونه، اینم اسکین سوفیا داونز ردوال. اینم پشت پروفایل، جت پکشه، دنسشه. سویدم و طول دنسشه دارید. میبینید که دنسش هم خیلی خفنه. یه از این جاسوسیاشه، گردونه گال اپیکشه، این لجنده گردونه هاشن دیگه. هولیر 26 اومده، این اطلاعاتش بود. حالا میبینیم که CP 2 برابر اومده با یک قیمت کمتر. اینم بتل پساشه، مال بتل پسشه، اینم بتلشه، مال بتل پساشه. اسکینای خفنی داره. هولگر 10 تا CP، 10 تا دیگه دنسش، اسکین یکی جلو ما فعلا زدیم بتل پسشو. اینم 20 تاشه، اینم اسنایپشه، 10 تا دیگه و تمام. اینم اسکیناشه، پروفایلشو، اینم بقیه جوایزاتشه. بتل پسای جدیدی که به بازیمون اضافه شده اینجا جایی رو میزنیم. اینجا هستن چیزای زیادی وجود داره. واقعا ارزش اینا رو نداره که 300 تا CP به خاطرش بدی. واقعا ارزششو نداره. اینم بتل پسی که بهش شما نشون دادم. اینجا من هنوز نفهمیدم اینو چیه، ولی این پایین که بریم بتل پسای سیزن جدید اضافه شده. بتل پسای خفنی داره. اشس اسکلتی، اسکیلاش، دنساش، گانش. بتل پسای خیلی خفنی به بازی اضافه شده که مال سیزن پیشه. اینا گازوی خفنی که دوباره مجددا بازی بازگشته. اینا خیلی بتل پسای خفنی آورده بازی. اسکینا بتل پسای درسشه، دیلش خیلی خفنه. مثلا 220 CP بگیرم، دیلش رو بگیرم. اسکینش اینم از این یکی اسکینش، اینم مکتنش، اینم پروفایلش. چیزای خیلی خفنی کال آف دیوتی موبایل به بازی اضافه کرده همونطور که مشاهده میکنید. حالا میریم. اینم از اطلاعات سیزن جدید بود. اطلاعات خیلی مهمی که داره اینه که این 3 تا گان لژندری، 2 تا گان لژند و 1 گان میتیک رایگان به بازی اضافه شده. واقعا داره کال آف دیوتی موبایل قوقا میکنه. یکی 117 میتیک رایگان داره، گان لژند داره، نایف لژند داره. این هم تسکای سیزن جدیده. 50 هست.
اطلاعات جدیدشه جا اضاف شده گان جدید بازی که اینجا هستش ما هم گرفتیمش گانش نمیتونم بگم خوبه یا بده XM4 دیدم که جوایزشه شما اگه خواستی میتونی اینجا جایزه‌هاشو اجاره هم بکنید این دوتا رو شما میتونید این گانه با اینو شما میتونید اینجا اجاره کنید با 200 XP. خب بچه ها اینم از اطلاعات سیزن بود خیلی سیزن خفنیه واقعا خیلی سیزن خوبیه همینجور هرچی سیزن ها که میره بالاتر همه چی خفن‌تر میشه همه چی خوب میشه خب بچه ها اینم ثبت نام چیزشه سیپی رایگانشه یعنی خود اینجا پوینتاش هست چیزی ثبت نامش کنید حالا نمیدونم چیزی ثبت نامش کنم حالا شما میتونید ثبت نام کنید اینجا جایزه داره اسکیم میده به شما 300 تا سیپی رایگان 800 تا دیگه 4000 تا 8000 تا و 10000 تا به شما میده اینا همه به علاوه اینم که اطلاعات دیگه شه خیلی خوبه اطلاعاتش اینم از اطلاعات مرسی که با من تا اینجا این ویدیو همراه من بودین صوفیا و مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین لایک و کامنت بچه ها لطفا فراموش نکنید خدا نگهدار